салому алайкум дӯстони азиз. бисёриё аз ман мепурсанд ки чаро ман софсавдоро реклама мекунам. медонед чаро? софсавдо муддати 4 сол аст ки кору фаъолият дорад ва то имрӯз ба беш аз 10,000 муштариён манфиат оварданд. агар дороҳои софсавдо результат надод, ҳатман ба шумо пулҳоятонро бармегардонанд. манфиат ва муддати дороҳо: дар муддати 2 моҳ мӯи ёриш бароварданд, дар 1 моҳ аз 8 то 10 кило фарбе шуданд ва ё баръакс, дар 1 моҳ аз 7 то 10 кило хароб шуданд, шикамро гум карданд, пресс бароварданд, доғи сафед ва 100% зарари псориазро гум карданд, барои қад давонданд ва мардонагиро 5 маротиба афзоиш доданд. ҳама инҳо муҳимтарин маҳсулоти табиӣ мебошад, бо нархи арзон харед ва муҳимтар аз ҳама, муштариёни доимиро тӯҳфаҳо интизор ҳастанд. софсавдо ҳамеша ва дар ҳама ҳолат бо шумост. гузар духтарам, роҳат бош келинҷон. тамоман парвона кун духтарҷон. худованд қуша пиратвон кунад. мурандарин келинаме. янга биё машмара бусакнам. духтарҷонаме, коштам ба ин рӯзои хурсандӣ расия. Амин. ку биё духтарҷонам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. машаллоҳ. Машаллоҳ. Янгамае? рафтем. توتی عروس آماده کردین؟ бале ҳусни, арӯс омода аст. تمام حافظا دمتونا بگیره نکن ای باشه تمام بحث کن داماد خسته نکنیم بگیریم برینش اما که حسنی کم تا اینه دیگر بگیریم برینش از عروس خواه میبره همه کارو میمونه بگیریم برینش نکنید این کارو بزنید ستش نمونه بزنید باس است و خیره چیکار نزند که من هم میزنم به خدا تمام نمیزنید دیگر اوف تمامه شما چرا این رو میزنید؟ زور زده ما این رسم و رسومی باباهایمون است آخر ما را ببخشید خانم گل این عادت باباگی ما است رسم آیین ما عروس این چه خیلی رسم و رسوم باشه؟ ها وای رسم ما همین است که شعبچه را مردنی زده تا پیش عروس میارند و بعدن میروند اکنون روید تمام روید گفتم بلرزم کیسه را خالی کن پارتو چند پولی که داری پارتو تا کیسه چه خالی نکند رحمت بچه بسیار پرتوی کمی بده بیرو روید از اینجا این ما تو در جوگیم که کمی پرتو یا چوری پولی پرتو تمام روید گفتم روید چی کار میکنی؟ آه گل زیبای مرا اینقدر بی‌زیب کردند گل عروسک من بر روی تو چی شده است؟ چه بی‌زیب بوده ای اما من بر روی تو نه با دل تو عاشقم
کلین جوان خیلی دست خوبه تو اوچه؟ پسرم خوب هستی آخی؟ بخیر است؟ تنجی باشد در این وقت؟ شب یکم رو خوب گذراندید توبه این چه خیلی سوال است چی شد کلین؟ نپرسیم ها؟ توی نه سر شده ایستاده است هم دانستم که کلین تا ساعت 10 روز خواب نمی رود خیس برای خسر و خوشدامنت صبحانه تیار کن خیریت چای آورده بیا چای مرا در پیش ما کلین مرحمت تقا چای گیرید هلال هیچ خیلی چای فشکی انگار دم کدای میمرین یکون چای سوز دم کنی بیزور کردینی جمال بخیر میریم در چاخونه چای میخریم خیلش پدر رفتیم جمال صبر کن لباسم رو پوشم میرویم تو کجا میرای؟ عروس خونه بیرون نمیبروی دیگه آها در خونه عروس کشیدی دویم در خونه بشینی دایدوگی تمام کن رفتیم جمال صبر کن تو رو ببوسم میاکو تو در شهر نیستی بوسیدنت که میفرد همون خونه چند قرید میفرد ببوسش جمال تمام پدر جان تمام رفتیم هوشیار باشا رفتیم جمال او را گوش نکن رفتیم کلین لباس شویی داریم در کجا میشوییم؟ در یولچه چی؟ ماشین جامشویی هست کن؟ ماشین جامشویی؟ در جایی که تو باشی ماشین جامشویی چیکار نکند؟ و برای چی میخندین؟ هیچی کلین با حالی تو خنده هم اومده است کلین تو هیچ وقت با دستت جامشویی نکرده ای؟ نه خوش دامن ما ماشین جامشویی داریم و استفاده نمیبریم چرا؟ ویرون میشود آخیر آفرین به خدا استیرالکتا ویرون نشود و ما ویرون شویم میلشن؟ کلین جانم حالا تو جوان هستی دیر ویرون میشوی با دستت لباس شویی با قوت میشوی کلین لباس رو بیار با چوب بردار که دستان نازکت نسوزد بردار کلینی چلفسی هستی که یا توبه چی شد؟ قریب میسوختمی بایی من نکن کلین انا اکن گوشون کلین انا آنها رو گیرو با آبی خنک چقه کن سخت بجف که آزی خودت رو میجفم فهمیدی؟ من گوش کن کلین اکو همه لباس ها رو گرفته با بالای سنگ بر انا با این چوب یک تا همه لباس ها رو میشه خداوند شکر میکنم که این ماشین جامشویی رو با من فرستادی سخت جف سخت قوت داره اکنون در بالای سنگ گذاشته زن کلین کنی زود باش سخت زن کلین ای کلین جان گردمت مرد داریم کلین آفرین
جانی بیبی اینقدر شیرینه کسام. این کلین پامپرسش رو عوض نکردی؟ حاضر علیش کرده بودم کو. بعد برای چی اینقدر بو میکند؟ اینجا بیا. اوه جانی بیبی جان. سوری بیبی شای خورم. کلین تو بنا بیرم چی دودی؟ اینقدر بوی میکند. چی میدی هم شیر میدی هم آخر. یک رفته بین که شیر تروش نشده باشد. گیرین کودک رو پامپرسش رو علیش کن. بیا جانو که ما شیرینه کن. با بیبیش خیگو جانی مادر. آیسا دختر کن. های اوی جانی پدر چیکار میکنی؟ همراه مادرت خمیر میکنی؟ آه ماشاءالله. گل نانی چکدانی پز؟ حاضر میپزم. ها جمال جان من برای ما دو درچه نمیکنیم بو. چی خیره؟ خواهر دارد کو؟ تو زنو کدگیر خواهرچه دارد دو درچه ندارد کو. همیدی؟ البته کلین برای نبیره هایم یک دو درچه باید تولد کنی. ای ماشاءالله فیروزه من کلان شده است. جانمی آن نبره باباش کلی با من نگاه کن. گل چرا خاموشی؟ چه اینقدر فکر میکنی؟ هیچ جمال برای تکلیف خونه داری کردنت حیران شدم. یعنی چی دونم؟ یا اینکه کار خطا کردم گل؟ نه من منتظر این گپت نبودم. یعنی بسیار حیران شدم. ها اما گل ما یکدیگرمان رو دوست می‌داریم کو و اظهار محبت کردیم. درست اظهار محبت کرده بودیم. اما جمال یعنی گوش کن، دوست داشتن یک چیز، خانه‌دار شدن چیز دیگر است. چه خیل باشد. یعنی اگر دو نفر همدیگر رو دوست دارند خانه‌دار میشوند. همین خیل نیست مگر؟ راست میگویی، لیکن باید یک دیگرمان رو خوب بشناسیم. یعنی حالا بر وقت است. یک دیگر رو شناسیم ها؟ یعنی تو با من گفتنی که گل مرا نشناخته با من عاشق شدی همین خیل؟ نه این طور نیست جمال. البته تو رو میشناسم. اما فهمیدم که مرا درست نشناخته ایم. نه جمال لطفا این خیلی فکر نکن. یعنی گل من اگر کسی رو دوست دارم با او خانه‌دار میشوم. یعنی میخواهم زن گرفته در بر زنم خوب کنم. مقصد فکر من همین است. ببخش مرا. البته حق به جانب تو است جمال. این فکر تو است. یعنی با من چی گل؟ یعنی من اویله داری رو دیگر خیلی میفهمم جمال. من سراسی موار خونه دار شدنی نیستم جمال. باشد. یعنی عذر میپرسم. چی دونم وای فکر کردم این رو اگر شنوی خرسند میشوی. نه جمال، من بسیار خرسند شدم. هم پیشنهادی تو رو رد نکردم کو. باور کن من در حیرت افتادم. یعنی من به تو تنها همین رو گفتنیم جمال. من اینقدر سراسیمه جواب داده نمیتوانم. یعنی برای فکر کردن با من کمی وقت در کار است. وقت در کار؟ با تو وقت در کار بوده است؟ وایلش
چقدر وقت در کار؟ یعنی گل درست فهم. بسیاری باید فکر نکن مایلش کمی بتیزانش. اگر راستش رو گویم سین سال هم به یه جای رسیده ایستاده است. ای بس خیر. تمام فکر میکنم. مانده نباشه. یک طرفی صدیقه گم شد. نیازی این تراکتور جماعت است. ها رئیس ناحیه توفه کرد. معقول شد؟ بسیار زیباست. مثل دیوانه ها گپ نزن. از پایتخت توریست ها می آید. باید آنها را تماشا برم. این را از طرف حکومت شهر با من روان کردم. بسیار زیباست. وای چقدر گرم است صدیق گرم. بله امروز همون گرم. اکای غیرت نگرست قرضت را بیار دیدم تو را. ای تو چی کار میکنی؟ هیچ او رفته دستورویم را میشویم. بین انگشتانم به هم چسبیدن. یک دیوانه یک سنگ را بچه ها میاندازن. 40 نفر آن را برآورده نمیتوانند. ای مرا گوش کن. اگر خاله سلطان انگشترین را در دستت نبیند انگشتت را میبرد. ای بس کن تو هم. صدیق تو دخالت نکن. بگذار این کارها را. من بسیار خسته شدم. قسم میخورم. من نو کوشش میکنم با خانم نیهال صحبت کنم. نزدیک شوم. سخنهای گرم و جوشان را برای او بگویم. وای کمپیر آمده همه را برباد میدهد. نبیره هایش میخواهند که آخر بابا داشته باشند. صبح خیر. جمال چه خیلی؟ در این جای ها جان جور است. تماما خوب نیستم صدیق. شب تا سحر خواب نرفتم. در کوچه ها سگان در کوچه ها خوابند. ما بیدار میگردیم. چی گپ شد با ما بگو. من با گل تکلیف خانه‌داری کردم. او قبول نکرد؟ نه وای قبول کرد. پس چرا غمگینی؟ او نه رد کرد و نه قبول کرد. خیر چی گفت؟ حیران شدم. گفت یا خدایا حیران شد گفت. تو با اون نگفتی که او را دوست می‌داری ها؟ گفتم. اون نگفته بود که تو را دوست می‌داره؟ گفته بود. پس او چرا برای تکلیف تو حیران شد؟ میگوید شوخی بد تکلیف کردی. حالا باید کمتر فکر کنم. چی دونم؟ аруси замонави دختری شهری است. دیگر چی رو فکر میکند؟ چی فکر میکند او؟ چی رو فکر میکند نمیدونم. میگوید باید همدیگر رو خوبتر شناسیم. برادر این قدر وقت او مگر تو رو نمیشناخت؟ ها من هم پرسیدم که تو مرا نمیشناسی مگر؟ چه گفت؟ گفت شناختن دیگر است و خوب شناختن دیگر. خانه‌دار شدن باشد تماما دیگر چیز است. همین خیل. من گفتم که دختری شهری آنها 5 سال همراهی تو میگردند. بعد به تو خانه دار میشوند. 3 ماه پس جوابم رو ده میگویم. همش همین است. صدیق ایستا. هر خیل گپ نزن که سری جمال آمیخته میشود. من راستش رو میگویم. تجربه دارم مگر شما نمیفهمید آنچه رو که میدونم گفتم. خیر بگذار فکر کند عاقبت چی میشود. آماده قبول میکند. سلام علیکم. ترسوندی؟ سوزیم بچو؟ جمال این شب در خون اومدی. بخیر است؟ بشوخی؟ لباس های شب بچه پوشیده رقص میکردی. راست میگویی حکمت؟ توی ترخ ها دیدم. این فوربین است. آینده رو میبیند. گفتید کو خوابش درست برآمد. شما گفتید کو راست میگوید. بله جمال این پسری چیل رحیم چیزی را دیده است. جمال تو دیگر فکر نکن. کاری تو حل است اگر حکمت خوب دیده باشد. راستی همین وقت اخیر خوای ما همش چپانه برآمده است. باور میکنین یا نه؟ باور کنین. خیر من رفتم. رویت را سیاه نکن. همه خواب‌های تو درست برآمده. اپا جمال با من انا میخیر گفت. من با تو نگفته بودم جونم؟ تو کی اپات رو گوش میکنی؟ اپا در این خیل کارها تجربه خوب دارد اما تو گپم رو نمیگیری. من آدم رو از چشمش میشناسم. از کجا دونم اپا؟ من این رو انتظار نبودم. حیران شدم. اکنون چی کار میکنی؟ همین رو فکر دارم اپا. اگر او رو بسیار دوست دارم هم اما خونه دار شدن تماما چیز جدی است. من حالا هم احساس خستگی میکنم اپا. تو برایش گفته بودی که فکر میکنم. هر دو فکر کرده باید خلاصه بیایید. میشود لیکن جوابش رو باید زود بدهم.
аз ҷамол не аз ту вобаста аст ин тасмим. охир апа, яъне ин бача бисёр ҷиддӣ аст. интизори ҷавоби ман аст гуфт. ту ба ӯ бигӯ ки вақт биде ба ман. апа, масхара накун лутфан. масхара надорам гул, ҷиддиам. тамом дуруст аст ки имрӯз аз ту ҷавобро талаб дорад. мехоҳад ин масъаларо яктарафа кунад. охир ба фикрам туро фиреб доданист. уф, бо ту гап зада намешавад апа. гап зада мешавад ҷонам, мешавад. аммо ман ки ин суханҳоро барои ту мегӯям, ба ту хуш намеояд. خیلی که گفتم کریس، اینجا همه چیز طبیعی است و خودمون باشیم، در بین طبیعت زندگی میکنیم. سوپر، بسیار هم فکری خوب کردی. بسیار تصمیمی خوب گرفتی. اگر اینجا زندگی کنی قرارت عالی بود است. از راستی همین خیلی؟ بله، اصلا من میتوانم که تا آخری عمر با تو در اینجا زندگی کنم. خوب هستی؟ خوبم. بهترش از اینجا رویم کریس، دیگرها رو منتظر نسازیم. مایلش رفتیم، اینجا رو دیگرها جمع میکنند. باشد. بیبی جون، با غیر از یک دو دونه زیتون چیزی دیگر نخوردی؟ ای بیبی جون، چرا غمگین هستی؟ چرا صبحانه نمیخوری؟ چی شد؟ دلم هیچ چیز نمیخواهد. چرا بیبی جون؟ چرا بیبی جونم؟ مردک جونم رو یاد کرده مرا نزدی او بره. های جونم، تمام بیبی جون، صبحانه کنیم، اینجا رو جمع کرده بعد شما رو گرفته میبریم. تمام من اینجا رو جمع میکنم، شما رفته آموده شد. تمام خواهر جون. تمام جونی من. سودا بخیر است؟ امروز با تو چی شد؟ کارگر شدی؟ بیبی جون خوب هستی؟ بیبی جون چی شد؟ با سرم یک فکر آمد. در تویم سوره قاسم برای دعوت میکنم. با خدا کمال با یه ازوای پیش دادم گریختم. اگر او چم نمی بود میکشتکم. ولی چی گپای؟ پار با تریزه بیا یک بار ببینیم جون. آخه پشت تریزه را دادم با علف زده محکم کدای. با علف محکم کدای؟ کو ببینم؟ چو کردی کمال؟ نیچی نیست. اکو با دقت مرا گوش کن. حاضر؟ من پیش حجت خانه تون میرم. تی اجازت بگی پیش حجت خانه بیام. اگر که اجازت نتن. میدونی چی؟ بگو که شکم ما در گرفته. مثلا در پیش حجت خانه نگاه میکنم. فهمت تو؟ راست میگی کمال. انا ای فکرت زور. حالی به ما میبیام. ای اوچا چی شد هلال؟ با اوجت خونه رفتنم در کار. ایستو از پدرت پرسم. چی را میپرسی اوچا؟ تیز باید برمه؟ انتظار شد دخترم میروی. صبر کن. اوف کم تری دیگر طاقت کن. حسنی اینجا نمیبراید. حجت خونه روه؟ نمیروه. بعد خونه رسوا کند. مان حجره اخش جزیر کنه. اگر امو دختر تای خونه بره خطاب قطعی دختر محکم میکنه. اما پامونه گم یک تا. دخترم بیو برو، پدرت رفت. کنی زود باش، تیز کن. فراموش کردمی. هلال؟ دادا حسنی؟ توتی من ترا چه گفته بودم؟ اما حسنی پیش درو از خودت گیرم. حالا صبر کن. دم تا بگی ساتلته. ما حسنی یک دقیقه مرا گوش کن. گم نزن گوشا پیش درو. با فکرم که خسرم رفت. حسنی پسنی نیست من ترا آگاه کردگی بدم. علم داره چیزی داره دن ساتل خالی کنی هر دی. دختر آواز تلفنی تو بود؟ با من ده. ای اوخی دادا. دادات برومد اصلکی شیرینکی من میتونی برایی
بگی اسمسش کو بگو دادم برومد بدرو خونه کو تیز باش نویست است مالش دادا مالش دادا اینا می نویسمش نویس تیز کو خونه بدرو ما توقعی مسئله سوزی بخی چه دیکو؟ اکمو بگریز لعنتی با دستم افتادی اما کیوسی شما نرفتی؟ اما کیوسی نهاز نشانه میتونم نامی ما حسنی کروتای پدان علت پیش درا که با دستم افتادی تمام خلاصی نداری دیگر مردک باشه سرم ایتی اتولی هم گم میزنی ها؟ تیز که اتر زنگ زن چی با؟ زنگ زن ها بچیم پدر بخی تیز خونه اما که یوسنی بیا که میکشم بخیر ای سوال نته بخی بیا حوزی میام توقعت که چی شد یوسف؟ با فکرم حسنی کمال قپیده کو برم خسور ما برم حلش کنم نه داماد باشی ما خودم توقع حلش میکنم بینده خودت میدونی ها انا پدرم رفت ها صبر کن باز بر نگردد بخی بزرگ بریم اپا ای دختر صبر کن پدرم دورتر رود بعد میرویم جلال جان مکتوبت رو خوندم فهمیدم که چه خیلی مرا زیاد دوست میداری تو نمیدانی عشقم برای دوستداری من اثبات کردن باید از اون نامه ها برای تو میلیون تم نویسم کم ایاخی اگر 1,300,000 تم که نویسم کمه برای تو ای 10 میلیون زیاد باشه میشوه سخنهایت جلال بسیار رمانتیکی پدر امک یوسف تو در اینجا چکو کدیسته هیچ برای چی آمده بودم؟ ما تام حوزی قوتا میکنم فهمیدی مرا پدر نکنید انیست دم تا بگی اویسته پیش بدرا بیناموز خواب پیش بدرا میگو گوشم در کرد امک یوسف خوب چید اما کیسنی بسه پدرم آمده استه التماس گوش من سر بته آمدنی پدر سر نمیتون بیاکل پدرت اومد پدرم اومد اوی گوشم اوی گوشم چی گپای حسنی؟ چی با گوشی بچه مرا میکشی ها؟ تو چی با گوشی بچه مرا کشیده؟ جلال در پیش آقالا دختری ما در گپ دادیسته بود خپیدمش چی؟ تو چی با قطعه نیسته گم میزنی؟ همین خیل است پدر جان شما کمال قطعی هلال کپیدین ها؟ بله تو را قطعی هلال خپید؟ اولی صبر کن جلال همشه یکتا به یکتا میفهمونه وای خیلی شد که با خواهری من گپ میزند میدونی؟ برای همین من پیش انیسه رفتم او را گفتم که دادرت رو نصیحت کن او را یک بار دیگر همراه خواهرم بینم بروتایش رو یک تو میکنم بروتاس یک کرده است دم تا بگی وازی بروتاتا میکنم در پیش هلال چکار میکدی؟ در بین ایو هلال چی گپی هسته ما با چشمم دیدم نه که ناگهان شده خیلی ناگهان با چشمم دیدم شون انا تلفن هلال ای اولی صبر که ما دیسه انا بگی اسمسی پاتا بگی که بعد خط بخون لعنتی ای اسمسی نوشتی او پدر من نوشتمش تو بات لعنتی متهم جناب یوسف عیزات رو سرش دیسته هاز گوشه بچه تا میکنم وای من که تو به ناموسی ما بسیار بازی کردی خمری دختر ما در پیش مردم شرمنده کردین گوش که اگر تو ناموس داشته باشی خمری دختر ما و بچه تا خواستگاری میکنی سگ بچه تا بگی و سگ بچه ما بطیر پدر استاد ای پدر گوشم رو سرده که بسیار سخت درد میکند یوسف بینا یک کار میگیره در کار دیگر گوش میکنه با گفته خودش کار حال کرده
ای پدر میخواهی مسئله شرمندگی حل شود انیسه را به من تین هلوله را به کمال با همین کار خیرز حل میشود بعد من فهمیدم که تو تویی درجه را بیناموس دادی دو شو صدقه آدم کاری شوی حسنی راست میگه پدر راسته بعد کور بدی که پدر در روزی توی او شرمنده کردن چیکار کنم پدر من به فرمانی دیلم کی دل به فرمانی من چی؟ شاعر گفته لعنتی گفته های همون شاعر را در سری قورت می نویسم و پتا نگرفتن تا پای دختری و میدوی تمام پدر فهمیدم راست میگوی من از بر عشق عاشقی گذشتم مناسبت نمیکنم گم شبی ناموس شرمنده مان کردی دوشه تا متهم که متهم بیایم خوش آمدید یک پیاله چای نوشید نه ما سیاحت رو باید سر کنیم از تماشای اینجا سیر نمیکنیم نباشد این خیلی میکنیم در روز قلعه های تاریخی بسیار گرم است هوا که سلقین شد بگو رفته آنجا رو میبینیم حاضر باشد با بازار سیاحی رفته تماشا کنید یگان چیز بخرید حلاوت میبرید تو بگو بیکار نشینید خوب هم وقت بهوده نمیگذرد ما راضی انا اکنون این خیلی باشد مرحمت کنید میلش همه کسا به ماشین سوار شوید گذرید اما که علادین راننده شما هستید کنی گذرید مرحمت کنید بفرمایید آهسته باشید احتیاط کنید دری تنج قرار نشکنید مرحمت گذرید به شما تماشای با فراغت مرحمت کنید گذرید خانم زیبا بیا دستتون تشکر زیاد مرحمت کنید گذرید تماشا کنید خیالا بو بیرین آگنی نیازی؟ وای دختر کی بود؟ کدام دختر؟ دختری که دستش رو قپیدی دختری که دستش رو گرفتم و این یکی سیاحان از شهر آمده بود تو چرا دستی دخترها رو میقپی؟ وای بیچاره قریب که میافتید انا برای همین دستش رو گرفتم انگشترینت در کجاست؟ انگشترینت را با همونهایی که در کاروان تیلا میخریم میگویند فروخت اقدامات را گیر به عقل هوا بسیار گرم بود دست رویم را شستم انا باید در روی میز گذاشتم انا آنجا در آنجا خلاص تو بچه بگیرم شده خوش میکنم بیبی جان من همین بازار چیده آمدم مرا کی گفت که هم پیش شما بیام احمق شدم نکی به این هم یگان کار نداری کو؟ سبزی پامیدور بقلاجان دا بیو بچه ارزان شید ادام تا بگیر حیوان مردم کار نداره که پیش تو بقلاجان خریم بیاید بس کنید دایجا جنگ نکنید جنگ برکت سودا را میپراند دم تا بگی اگه گویا که آدم در پیش سودا جنجال کنه برکتش میپره این رو سیاقتی عقیدت بنیامین تو قطی خواهری من چه گپ زده ایستاده بی عقل هستی چی؟ ای نوری به خدا من شلپر شدم در همینجا من چیکار میکنم به خدا بیمیری یا زنده مانی در همین جا میمونی به یگان جا نمیروی او کیان به خدا توریستا اومدنی کنی من از جایم خسته بینم ای добро пожалуйста как все нормально приходите дорогие туристы хай я вас все люблю как дости туристы بنیامین یک مرد شوخ دهمان است این کس همسرش نوری خوش آمدید السلام کریس بنیامین کریس این تاجیکی رو میدونه فقط تاجیکی نه انگلیسی فرانسوی آلمانی و اسپانی رو هم میدونه این خیلی باشه از شناسایی با شما شدم من هم او رو بسیار تعریف کردند این دختر 5 زبان رو میدونه تو زبان مادریت با عذاب گپ میزنی خیلی خوش اومده نغ زندگی سازین ایما پرسین به خدا ما سازه مرحمت بیا چیزای مرا بینه ترزم کردن میتونی مرحمت بگذارین تماشا کنین این ای کرتای بالا را بینه نو دختانی اینه نه کرتای سفیده که خشلو چخلا گلی جان ها فکر کردی؟ فکر کردم خیر با چی خلاص آمدی؟ به یکم خلاصه نآمدم جمال
ин чӣ маъно дорад гул? این معنای آن را دارد که فکر کردم. فکر میکنم و باز فکر میکنم. حالا به جواب دادن اومده نیستم جمال. خوب تمام. من منتظر میشم. یک طرف ایستید، یک طرف ایستید، یک طرف ایستید. خالای سلطان با شما آب آوردم، گیرید نوشید، آرام بشوید. گیرید. خالای سلطان با خدا نمیدادم با شما چیکار فهمانم. آنها توریستا از شهر آمده بودن، من آنها را از کجا میشناسم؟ خالای سلطان چیکار کرده؟ چرا دستی بای دختر را قپیدی؟ از حاضر خیانت کردن را سر کردی. خالای سلطان گریه نکن که حاضر من هم گریه میکنم. برای آن دستی آن دختر را قپیدی که از من زیباتر است. این را از کجا برآوردید؟ قریب میافتید خواستم کمکش کنم. انگشترین را هم از دستت گرفتی کو؟ بله طهارت کردم و گرفتم. انا باز میاندازم. انا انداختم. تمام؟ بیبی جان دیگر زیق نشوید. انا بابا جانم انگشترینش رو انداخت. بابا جان بیبی جانم رو دیگر زیق نکنید. دوختی دسته است؟ بله، همه اینها رو خواهرم با دستش دوخته است. بسیار زیبا اومده است. همه اینها رو خودت تنها دوخته ای؟ آوای 10 سالگی تا حاضر میدوزم. این کرتای عروسی خودمه. کرتای عروسی گفتی؟ کرتاهای عروسی ات رو میفروشی؟ بیچاره در روزی تویش داماد نش گفت اینم خوشحال شد گشته همینجا. افسوس میخورم. دمت رو گیر. نوری تو چی مرا پیش میمونو پوشیدسی؟ ای من نمیدونی به خدا ای به تو خاموش بنیامین، ما خواهرم خودش با اینها گپ زند. یا خدا. اوی را غیر هم زبانش دیگه یگان جای بدنش کار نمیکنه بیچاره. با خدا این نمیره ای کارون آوردگیم ارزون نکرد. تو نمیفهمی؟ نگفتم که همون لباساتا نفروش. پدر خودتون رو به دست گیرید. نوری التماس تو خوش نشو بیا برام بشی. 4 سنته هم کی میشود. این رو چند سو میفروشی؟ 5. یعنی 500 سومون گفتنی؟ 500 سومون؟ برای اینها 500 سومون ارزون نیست؟ چرا؟ راست میگوی. این هم 500 سومه؟ آها. کمریا هر کدامش رو 500 سومی به اینها میفروشی؟ ها 500 سومی. خیلی همه اتون یک تو انتخاب کنید و 500 سوم به او دهید. این دختر بسیار بهانه رای در خانه اسباب بافندگی داره. اگر بخواین پگه میاره همون اسباب شای نمیجا میبافتون. اما که یوسف این بسیار فکر خوب است. چرا بر وقت این گپ رو نگفته؟ خسور دیگرش نشان بده. 500 ای 500 سوم کمش نکنین. گفتم تو اینم برکت بسیاره همه دیگه نزیبا. نباشد من این اسباب میگیرم. بینید کدامش معقول شود گیرید. جمال بچم یک دقیقه پیشم بیا کار دارم. ماینه گل بیا. گل تو بیرو من از خفایت میایم. مالش من منتظرت میشم. بیا اینجا. لبای پدر. جمال شف نگفته یک بار شفتالو میگم با دقت گوش کن. گوش میکنم پدر. باید با قمریه به یک شرط خونه دار شوی. مرا بینید پدر چی خیلی که میبینید هیچ حیران نشدم. بله باز همون قمریه ها این دفعه انیق میشود. متاسفانه این بار نمیشود. خانه دار شوی هم غیر امکان است. چی باید؟ سببش پدر من با گل تکلیفی خانه دوری کردم. چی گفتی؟ او را گفتم زنی من شود. تو چه خیلی از منو پرسیده این کارو کردی حیوانی بیعقل؟ پدر یک دقیقه شما هم وقتی که باری اول قمریه رو با من دادنی بودید از من نپرسیده بودید که همین خیلی نه پدر؟
آخر پدر خاموش این گپ ها رو به من نگو تماما چیزی دیگر ای اگر یگون دختر که معقول چید خونشو خواستگاری رایی کن او بیوه نیست حیوان بیعقلی تو فهمیدم پدر آخر من مثل شهری و تکلیف خونه داری کردم معلوم گل دختری شهری است درست فهمید چی کار باید کرد؟ پدر هیچ کار نمیکنیم گل فکر میکنم گفت منتظر جوابش هستم یعنی حالا قبول نکرده ها؟ نه نکرده است اما انشالله قبول میکند من حس میکنم پدر من روم که گل منتظرم است خدای مهربانی من پیر بزن نزنم میگم یکی مجبورم کردسته مادر خوب پختنده؟ خیلی خوب پخته است. بسیاری بد جوشیده است برای همین. مرا گوش کن بنیامین. روزی دراز همراه همون توریست بودی. باز چرا به خونه دعوت کردی؟ ای برای خدای نوری چه خیلی گپ زنی او دختره اخی میگم بسیار دختری با تجربه با خدای تقدیر ببین آدمو برای یک طبابت خود هندوستان میره این دختر در خونه خود ما اومده این ابو بین باز یک توقعش هم میخره پای خمره طبابت میکنه میره مثلی که از او خوشت اومده است. در اصل میگم نوری همون دختر ما بگیرم در اویله ما یک دختر پیدا بشوه دختر زدی دست ما شکستی دستات رنگ گرمه تو را اخی تیز کنین بزیو گم نزنین خمره دختر جانم لبای همون پولای کرکده کتاب ته حساب کنم چی با حسابشون میکنی پدر؟ ما لکای خودم حسابشون کردم 49500 سوم شده خدا دخترم چقدر زود حساب کردی آفرین دختری آچده اکو پولو تبته برام در بند مونم نه پدر خودم در دست میقپم شون گم میشم نه دختر برای چی گم میشدین؟ ما به شما را به عقل مکه ای بایی انا همین مهمون ها آمدن خوش باشه خوش باشه سلام بنیامین سلام خوش آمدید تشکیله سختی با دیدگیم نوری ایدی ستول نکری بای بگذارین چخ نیستی بگذارین بنیامین مرحمت مهمون ها مرحمت میگم دیگه سوزید نیازی؟ این انگشتانی رو انداختی باز؟ مجبور انداختم خیلی این بعد انگشتانی رو نبرار که اگر ینگای سلطان فهمد میدونی با جای انگشتت سرت رو میبرن ایتو باز کن مسخره بازی را همین نیازی روست میگه او را مسخرش نکنی عشقو را خندیدن گناه و ازمینه باز کنید نخندید عاشقان رو خندیدن گناه است در تاریخ چقدر عاشقان گذشتن میدونید مثلا قصه لیلی و مجنون قصه فرهاد و شیرین قصه زلیخا و یوسف قصه نیازی و خاله سلطان صدیق با خدا که سفسطگویی را بس کن که در دریا غرقت میکنم در عشق خاله سلطان غرقت میکنم صدیق راست میگم اختو راست میگم کاش که اگم دختر خوشرو مرا دوست میداشته دختر خوشروی است کمپینم باشه میشه خندیدن گیره همراه شما ایستادن حیف است شین تمام شوخی بس چرا قهر میکنی مختار؟ هیچ باوری نداشتم که برای یک شوخی مثل کودکان قهر کرده خیسه روی جامو روست میگم صبر که ما برات یه سرود بهتری نمیخونم وقتت خش میشوه شعری خدمایین بین سر کن یک سرود درباره نیازی بخون شخش بگی گل را چیده میروی تو مرا دیده میروی تو
ایستاده سلامت میدیم منی ما را نشنیده میرمی تو ایستاده سلامت میدیم منی ما را نشنیده میرمی تو خالی لبی تو ناری دانه این سرود برای تو است خیلی خیز مختار خیز ناز نکن رقص کن خیز گفتم بیا رقص کن خیز رفتی خیلی مختار کسی ندانه گلجان لبای بیبی حال جان سوده کجا شدن چرا تا حال نیامدند بیبی جان خودتان دیدید که اونها امروز همراه سیاحون به تماشا رفتند به یادم آمد نبیره‌هایم یک جایه که ها را تماشا رفتند بله اما وی سیاح موی زردک همراهی دیگرها نرفت حتما همراهی نیازی یک جایه هستند نه بیبی جان نیازی در لب دریاچه است با رفیق باور نمی کنم نیازی همراهی وی زن است آنها در کجای جنبان جنبان دارند یک لحظه در آنجا چیکار دارند جنبان جنبان دارند نه بیبی جان آن همراه دوستانش در لب دریاچه است تا با چشمانی خودم رفته نبینم باور نمی کنم بیبی جان اینقدر اشک زیاد چی لازم تو با من چی خلقت میزنی؟ نیازی در لب دریاچه است با رفیقانش نه 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 زنگ نزن غافلگیرشون میکنم چی میکنی؟ غافلگیر باوریم نمی آید این خورش رو به آنها میبریم برای چی؟ باید بهانه داشته باشیم یکی وی زردک نباشد شرمنده میشویم درست میگوید خیر خیز دخترم خیز خورش رو گیر این پایهایت در راه ماشینی خیل شدن؟ نه در راه عشق خیلی شدن نفهمیدم ما هم هیچی نفهمیدیم خانم کریسا کویا بینیا که تو یگون چی میفهمی؟ اما من تجهیزاتهایم رو به خود نآوردم دکترها میگن پسیکولوژیش ویران شده ساز میشه و نمیشه و خدا میدونه خود دکتر یک نمیبینیش مایلشو بین جانم یک معاینه کن قمریه بسیار دوست خوبمون است ببینیم خیر خدا از تو راضی باشه دخترم شاید سبب شفا یافتنش شوی من باوری ندارم و بگذار یک بار بیند قمریه دکتر میخواد یک بار پاچه تو رو بیند راضی هستی یا نه؟ نوری چی داد زدیسی قمری کار نیست؟ نیکریچی که سبکه چی؟ زنک تا بگی گفتیستم تمام اپا همش فهمیدم من راضیم آهسته خاکر نشوید عموما یگون چیز حس نمی کنن؟ نه حس نمی کند تمام حاضر میفهمیم حس میکنی یگون چیز؟ نه تماما حس نمی کند دکتر سخت درسی خشکه؟ اینجا چی؟ نه یگون جوش حس نمی کند شلوب کشه بیست بگیرم مایلش این سوبیو اینقدر وزنین است سوز میشه و پیش از اونه که یگون چیز بگویم با قمری در تنهایی صحبت کردن میخواهم همجا گپ زنین آخی با خدای هم قوازبینی هسته که ایلا بالا بروردن میون مو میکنه بیا همجا گپ زنیم بنیامین تو دمت رو گیر گپی دکتر رو گوش کن اگر یگون چیزی مهم باشه در همینجا بگین پروا نکنی نه حالش بد نیست تنها میخواهم با قمری یک صحبت کنم این خیل باشه بعدی خروخری میتونی قدیش گپ زنی از گرسنگی میمورم در اینجا چه حالی هم در برای گشنگی فکر میکنی زنوکت رو گیر چه خیلی فکر نکنم آدم که گرسنه شد دیگه چی رو فکر میکند در پیشی چشمم گوشتی مرغ و گوشتی گوسفند گذشته ایستاده است عشقمی من عشقمی تو نیست آخه
اشکمی تو یک لالی آش برد اشکمی من یک دگ آش میبرد بخزن میره بخیر هر ده بسه اما حسنی اما پامم نگو تو دی چیزی که تو ده همون خود پیشتر باید فکر میکردی حالا گپا گوش نکنه شما ده کسا هلال دوی موی سری پدرت رو شونه میکردم چیزی که میخواست میپوختم تیار میکردم اکنون نگاه که چی آورده است خدا جزایت را دید حسنی گیر تو خور که من با این سر نمیکنم من نمیخورم هیچ اشتیا ندارم راستش رو گویم پدر هیچ چیز نمیفورد نمیفورد خوردن گیر منم اشتیا ندارم نه که خوردن میگیرم یا چای تو آدم نمیشه تماما نصیحت نمیفهمم بگی بچم با همه دوچت نشم نو نبته چی گپ است در خونه کیه هیچ کس پدر اکم میگوید خونه آمده ایستادم جوابش دهم حالا هم قهر دارد یه بلو زندمی هم کار شدی ترکان عملیات سر میکنیم گب نیست ایرو نقشه کار کن رفتیم حتی بعد نون نقاق رنگای درازه در خواب رفتیم اوستا نبرو اوستا را بگه اووزی پوچه تا پس کن بشه یا قطره نمونده بشه ایجا بده نگه که چی خیل میشه پند پوچا دار گرفتیستن بچه چی گپ شید ای آرده سوختم پختم چی شید؟ آواز کی بود؟ بوی دود ششلک است ابو آی خانمان میسوزه ای دادا یاردم چی سوزده چی گپ است پدر؟ ای بچه چی گپ شید؟ دادا ای جلال بخیر تیز برو و بیا ای دادا تیز بگی بسوزنی دادا یه یاردم کن یا خدایا چی گپ شد دادا آب آوردم باشم جنگی تیری دارم تیز برم تو برو دستر جانم دستر برو دستر نفس نکش باستا برو تمام دختر جان برو چقدر نفس کشید توتی سازی جان سازی دخترم سازی تمام همهش گذشت اگر شما میشوخته من چیکار میکردم توتی سازی جانی من توتی جان گذشت حسنی خدا گیرد کارو دایی هیچ کاری کرده اید بود یا خونه رو بینو بخدا یه چی دم گرفتم اکا پوچا زور در گرفتنه زنک ترکان با آدم را مسخره میکنی ها؟ ایمان چکار کردم ها؟ چکار کردی؟ به عقل اگر بنزین اخشو میریختی شیمی 100 سومانم در نمیگیریم تیز کن شیم تبکش من میپوشمش چی؟ میکشی؟ یا که بکشمش بکش تیز؟ بکش تا کودک هیچ گب نداره تیز کن
та пушак тамукаш чӣ почома қоқ кунам чӣ шухид кардам девона бача бибро тез кун якамам хеле хона мерам ба худой бае ҳеҷ гап надора як кӯдаки майдаи чӣ хеле ҷинсай азур дуромаде нигаҳ ка яв кас неоя ман бурума дар ягон ҷо ба ҷо кунам нигоҳ кун гирехтамам хай қумрӣ бигӯ барои чӣ мардумро фиреб мекунӣ чӣ хеле фиреб бин ба ман дурӯғ гуфтан наметавонӣ ту инҷо танҳо ҳасте сабабашро бигӯ фаҳмам ҳичи нафаҳмидим чӣ гуфтанда ту пойҳоятро ҳис мекунӣ роҳ гаштан ҳам метавонӣ ман духтурам мефаҳмам чӣ кор кунам хонум криса ҷамол маро партоф ма ҳама чӣ рай даст додум ман худмам хеле кардам ки дили ҷамол ба ма бисӯзаду маро ба занӣ бигирад вай ҷамол номзади ту буда ҳава рости гап дар рӯзи туюм медонӣ ҳама духтараки шаҳрӣ омад ҷамол бошад маро партофт гулморо ай ҳам ҷудо кард гулро бин шумову гул дар шаҳр якдигарро мешинохтед бале аммо хуб не сафари духтури дандонам мешиносӣ ӯ дӯсти деринам аст мара гӯш кун духтури дандон қатъи гул ай барвақт шиносанд ҳамира медонӣ не ки ҳам хеле рафтору мекунанд мегӯӣ ки якдигарро намешиносанд дар шаҳр дар байншон ягон ишқи ошиқӣ будагӣ ай ҳами хел не инро аз куҷо гирифтӣ ай ҳеҷ ҷо ҳис мекунам не хато мекунӣ ту байни онҳо чизе нест хай байни шумо ягон чӣ ҳаст мара гӯш кун ту духтури дандона дӯст медорӣ ҳами хел не надонам чӣ хеле надонам шояд дӯст дорам هر جا میرم میگن کی اومد بچه‌ی تنهایی تنها هر جا میرم میگن کی اومد باز غمون عاشقی شیدم هر جا میرم میگن کی اومد بچه‌ی تنهایی تنها هر جا میرم میگل کی اومد جوره حکمتی خدا دل به این دنیا مبر دنیای فانی بگذرد نوگتی پیری چاید نوجوانی بگذرد نوجوانی بگذرد بس است دیگر این گل کی با من زنگ میزند؟ ای خی بحث نکنون اینقدر فکر نکن راحت باش نیازی میدونی چی؟ تو باید با خالای سلطان مثل آدم های شهر رفتار کنی. چه خیل رفتار؟ این خیل برای خانداری آماده نیستم. تیاری دیدنم در کار میگویی. چی دانم حالا بر وقت است. باید همدیگر رو شناسیم، از نزدیک شناسیم. این همی خیل گپ ها ده.
با خدا که راست میگویی پسر. فکر خوب. کدام راهی که نباشد باید آن را استفاده کنم برای خلاص. ای من گل میگویم در اینجا در فکر او هستم. شما باشید حالم خاله سلطان میگوید چی میگوید نفهمیدم بلا زند. ای برادر چی قطع کار میکنی؟ خوب میکنم. مردک شو؟ نمیشوم. ای حکمت مرا نگاه که تو چی خواب کده شیشته؟ کویاگون گا پارتو؟ ростига ман ояндаро намедонуму лекин эҳсос кардистам камтар пас хонум гул ҳаминҷа меояд. ҳамин аст эҳсосат? ҳамин буд? ба худо ҳис кардистам. дилм мега ки хонум гул чанқа пас дар ҳаминҷа мерасад. як лаҳза ҳикмат бародар кани ҳиссиётатро хуб кор фармо. گل تنها می آید یا خانم نیهال هم با او می آید؟ نه نیهال نمی آید. چه خیل نمی آید؟ کنی خوب فکر کن و احساس کن. خانم گل تنها نمی گردد. باید همراهش خانم نیهال هم باشد. کنی یک فکر کن. ای بچه حالی گفتمود کو نیهال نه نیهال نمی آید. گل تاقه می آید. شامتون بخیر. شام بخیر نیازی. خنده کن گل در قفاتای گل سورپریز کردم به شما سورپریز. ای خدا جانش را نگیرده. وای این دیدین گفته من درست برام. نیازی بیا دستی مرا بگیر. ای خدا جان تو را هم گیرد. آن نگفتی که تنها می آید. من نگفتم خاله سلطان قطیش می آید. من ترا سورپریز کردم. فهمیدی؟ آن ایرا میگن سورپریز. نیازی بیا اینجا تez زود. آمدم. بیا ینگه سلطان رو برداشته بر. آمدم. آمدی خوش آمدی. بیا که در بارت فکری بد کردم. گل من اونها رو بیا تو را یک اچاق کنم. مرا هم اچاق کن. بادی خطش کن. بیا خاله سلطان گذر. بیاین. ما این رو دار. بیاین کو. ما از اون طرف. همین دست بیا رفتیم پره. آیسته. این آب اینقدر خنک. آیسته باش. آب خنک‌تر شماست. بیا گذر. ای خاله سلطان راه گرد مثل قورباغه میروی. شما چه خیل هستید؟ خوبیم خوش اومدی ینگه سلطان. خوش باشید. احتیاج آبون نگاتی. چینه کرتاش رو بالا کن که تر نشم. خوریش رو بخورید. از خانه برای شما آوردیم. سپاسگزارم خاله سلطان. منصور کنی یگان سرود بخون برای من. موافقی طلبت کدام سرود بخونم؟ وای سرودی درباره نیازی یک سرود بخون. درباره من و مختار سرود بخون. گم نیست خاله سلطان. ای طرفی خاله سلطان بخوانم برای نیازی جان. خدا خوشا بیرتون کنه بدی پیری قیرتون کنه بدی پیری قیرتون کنه. نیازی مزشه هر دیتا سین عاشقی زار شوی خاله سلطان مختار شوی خاله سلطان مختار مختار زیر ینگه سلطان مختار کمالیر ینگه سلطان مختار با نزدیکی توی دوریم مختار توی کلانه داریم مختار. نیازی نیازی خیر خیز رقص کنید. همین خیلی چینیم. خیزت رقص کنید همراه ینگه سلطانم. خیز رقص رو یک طرف گذار بعد من با تو گپ میزنم. مرا ترساندی. من ترسیدم. توی شما مبارک فرزنداتون قطارک توی تون کنیم در نارک توی تون شمد مبارک مختار بس مختار یک جویا میخونی مختار زیبی ینگه سلطان مختار
نیازی شه بچم شه مختار مختار خللی سلطان عروسک مختار مختار خللی سلطان خدا خوشبخت شوین هر تو مختار 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 صاف سودا مدتی 4 سال است که کار فعالیت دارد و تا امروز به بیش از 10,000 مشتریان منفعت آوردند. اگر داروهای صاف سودا رزولتات نداد حتما با شما پولهایتان را برمیگردانند. منفعت و مدت داروها: در مدت 2 ماه مو یورش برآوردند، در 1 ماه از 8 تا 10 کیلو فربه شدند و یا برعکس در 1 ماه از 7 تا 10 کیلو خراب شدند. شکم را گم کردند، پرس برآوردند، داغ سفید و سطح ضرر پسریاز را گم کردند. برای قد دواندن و مردانگی را 5 مراتب افزایش دادند. همه اینها مهمترین محصولاتی طبیعی می باشد. با نرخ ارزان خرید و هم مهمتر از همه مشتریان دائمی را تحفه انتظار هستند. صاف سودا همیشه و در همه حالت با شماست.